بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما. همونطوری که در بخش تلیعه برنامه گفته شد، ما موضوع هیئت رو در این قسمت از برنامه راز دربارش سخن خواهیم گفت و مهمان عزیزی داریم، جناب آقای حنیف طاهری که از مادحین بسیار خوب نسل جدید هیئت‌های ایران هستند. سلام عرض میکنم، خیلی ممنون تشریف آوردید تا توسلاتتون قبول بشه انشاءالله. سلامت باشید. سلام علیکم و رحمت الله. خدمت شما و بینندگان محترم عرض سلام و ادب دارم. انشالله هر جا هستن سلامت باشن، طاعاتشون، عباداتشون و عزاداریاشون مقبول درگاه سید الشهدا باشه انشالله. خیلی ممنون که تشریف آوردید. به حال شما از جمله ذاکرین اهل بیتی هستید که نسل جدید بالاخره دوست دارن، پیگیر شما هستند و هیئت شما ویژگی هایی داره که میخوایم اتفاقا در واقع به عنوان یکی از الگوهای این دسته از هیئات دربارش صحبت بکنیم امشب. نمیدونم با من موافقید یا نه. حدوداً 2 دهه هست که ما با یه نسل جدیدی از هیئات مذهبی طرف هستیم. بوده، همیشه هیئت بوده، حالا در یه دوره بیشتر به عنوان دسته عزاداری مطرح بوده. بله. روزه های خانگی بوده بالاخره، به خصوص در دوره پهلوی اول به بعد که فشار روی تعطیلی هیئات عمومی بود، روزها رفت توی خونه ها. بله. و البته خودش به شکفته شدن یک سبکی از عزاداری در واقع دقیقاً انجامید. ولی به هر حال به نظرم از اوایل دهه 80 با یک تساهلی بخوایم بگیم، ما با نسل نوعی از هیئت‌ها طرف هستیم که در تمام این سالها هی توسعه پیدا کرده. یعنی تقریبا میشه این حکم رو گفت که ما هر سال با توسعه کمی و کیفی هیئت‌ها و طرفدارانشون بله. مواجهیم. اتفاقا الان به ذهنم اومد که در این آخرین موج ارزش‌ها که به طور گسترده‌ای در ایران انجام شده بود، تقریبا میشه گفت یکی از معدود شاخص‌های دینداری در بین مردم ایران و خصوصا جوانها که رشد چشمگیری داشته موضوع هیئت بود. یعنی وقتی مقایسه میکنیم با موج قبلی که حدوداً 7 سال پیش هست و بعد موج قبلی و همینجور هی درش در واقع رشد میبینیم. سوال اولم از شما اینه که این که حالا که موافقت کردید با من که در واقع با نسل نوعی از هیئت‌ها مواجهیم، بله کاملا. ویژگی این نسل نوع هیئت‌ها چیه؟ خدمت شما عرض کنم که یک ویژگی مهمی که به نظر من امروز هیئت‌ها تو نسل جدید، یعنی از همون اوائل دهه 80 که شما فرمودید که واقعا هم همینه، یعنی یک تغییر بنیادین و اساسی از اوائل دهه 80 تو هیئت‌ها افتاد. حالا کار ندارم، یه بخشی شاید مثبت بوده، یه بخشیش هم شاید یه ضعفایی داشته که انشالله حالا به تکامل میرسه. اگر نگاه کنیم توی ساختار یک تشکل خیلی عمر درازی نداره خب این رویکرد جدید، ولی به نظرم هر رو داره کامل‌تر میشه. یکی از مهمترین شاخصه هاش درگیر کردن افراد اجتماع توی هیئته، یعنی سهیم کردن جامعه به صورت حتی فردی، یعنی سهم دادن توی کار هیئت به صورت داوطلبانه. به صورت داوطلبانه است. یعنی هر کسی که داره میاد تو هیئت دیگه میفهمه که خودش یک سهمی از اون شب هیئت داره، دخیل تو هیئت. حالا چه کسایی که به صورت اخص دارن تو هیئت کار میکنن، یعنی تعریف شده دارن کار میکنن، میدونن وظیفهشون تو هیئت چیه، چه کسایی که به صورت مستمع میان، یک به قول معروف سهمی از مسئولیت رو برای خودشون قائلن که میان. یکیش اینه. یه اتفاق مهم دیگه افتاده که از تقریبا از اوایل دهه 80 یک شروعی داشت، ولی به نظرم تو امروز پخته تر شده و هر رو داره پخته تر میشه. یعنی هیئات دارن برش برنامه ریزی میکنن. اون هم خانواده محوری در هیئته. یعنی حضور خانواده ها اهمیت، ما قبلا اینطوری نبود واقعا، یا اگر هم بود برنامه‌ای براش وجود نداشت، برنامه‌ریزی نمیشد به این صورت گسترده.
اگه بود یه تجمعات خاصی بود، تجمعات مذهبی بود، حتی تحت لوای هیئت. ولی اینکه همه هیئت‌ها به مسئله خانواده و به قول معروف جذب خانواده ها به هیئت اینقدر به صورت برنامه‌ریزی شده فکر کنن، نبود واقعا اینطوری. ولی الان هر روزم داره پخته تر میشه. یعنی حتی مثلا یه سری هیئت‌ها به اسم هیئت‌های خانوادگی مثلا معروف هستن یا شناخته میشن. به نظرم این 2 تا ویژگی که از اوایل دهه 80 شروع شده و امروز داره پخته تر میشه و نگاه‌ها بهش گسترده تر شده، به نظرم جز ویژگی هاییه که تو بین همین ها داره جوانها رو جذب میکنه، خانواده ها رو جذب میکنه، اقشار مختلف اجتماع. یه نکته هم هست به نظر من، این کنار این 2 تا ویژگی یه ویژگی سومی وجود داره بدون تعارف، یک وسعت دیدی برای اقشار مختلف جامعه تو پذیرششون تو هیئت‌های مختلف داره اتفاق افتاده. یعنی چی؟ اینو یه مقداری بیشتر یعنی مثال عرض میکنم، من یک نگرشی دارم، حالا میتونه سلیقه‌ای باشه، اعتقادی باشه، هر جوری که هست، میتونه سیاسی باشه، میتونه اجتماعی باشه. من یه نگرشی دارم، امروز طرفی که مقابل من هست تو اون نگرش توی هیئت زیر پرچم امام حسین واقعا یه فرهنگ شده و این فرهنگ هم توی جمهوری اسلامی اتفاق افتاده ها. یعنی شاید قبلش نبوده حتی این طرز تفکر، ولی امروز این اتفاق افتاده که من و او، من به عنوان مداح جلسه یا گرداننده جلسه، او به عنوان مستمع، هر 2 طرف همدیگر رو پذیرا هستیم زیر پرچم امام حسین. جمع میشیم، میدونیم نقطه اتحادمون این مسئله هست. ممکنه با هم در نگرش سیاسی یا اصلا نگرش کلی سیاسی با هم کاملا متفاوت باشیم و این اتفاق تو از همون اوایل دهه 80 تا حالا امروز خیلی پخته تره. وقتی ما نگاه میکنیم تو همه هیئت‌ها اینطوری شده؟ تقریبا به نظر من تو همه هیئت‌ها یا خاص هیئت خودتون؟ یعنی خبر دارید که در بله، هیئت‌های مهم تهران اینجوریه؟ بله میشناسمشون، یعنی هم مستمعین و هم مدعایی که مثلا میشناسم که به این پختگی رسیده هیئت‌ها که باشه آقا این نظر من قبول نداره. نمیخوام بگم قبلا مثلا جایی نبود که مثلا نه آقا حالا چون من این قبول ندارم نمیتونم برم، نه این بوده. منتها این پختگی که اصلا دیگه راجبش نه صحبتی میشه، به صورت یه فرهنگ در اومده. حالا شاید مثلا من یه موضع‌گیری تو هیئتم بکنم اون طرف خوشش هم نیاد، ولی میدونه که بازم جا داره اونجا. میکنید این کارو؟ شما در هیئتتون موضع‌گیری سیاسی دارید؟ اصلا جریان سید الشهدا بدون موضع‌گیری معنایی نداره، رنگ و بویی نداره. این شما جز قائلین به هیئت سیاسی هستید؟ حتما. و هیئتتون هم هیئت عبدالله بن حسن علیه السلام هیئت سیاسی؟ بله هیئت سیاسی هست، منتها یک مفهومی داره. خب بالاخره ما گستره مخاطبینی که مستمعینی که من از هیئت استفاده میکنن گستره متفاوتیه. ما مشی و مراممون تو هیئت کاملا مشخصه، چه از لحاظ موضع‌گیری سیاسی چه از لحاظ نگاه سیاسی. منتها سعی کردیم که سیاست زده نباشیم. یعنی چی سیاست زده؟ به اون معنایی که خب کسی که میخواد بیاد اینجا اول اومده از یک معنای گسترده تر از فراجناحی هایی که ما تو ذهنمون داریم یا تو سلیقه هامون داریم استفاده کنیم. واقعیته الان شما تو حرم امام حسین چقدر طیف فکری گسترده با سلیقه های مختلف میان، همشون هم میان بهره هاشون رو میبرن. ما اعتقادمون اینی که هیئت امام حسین یک شقه کوچیکتر از حرم سید الشهدا است. تو روایتمون هم داریم زیر قبه است دیگه، زیر قبه است واقعا، هم محل اجابته هم محل استغفار، هر چی که اونجا خاصیتشو داره. ما اعتقادمون اینه که طبق روایت همونو داره. به خاطر این بله ما موضع‌گیریمون مشخصه که خب تو جریان انقلاب نسبت به جمهوری اسلامی، نسبت به شهید، نسبت به واژه‌های مختلف با معانی که داره موضع‌گیریمون مشخصه. ولی ما قرار نیست طرز فکرمون رو لزوماً بخورونیم به آدم‌ها. حرفمون رو میزنیم ولی قرار نیست ما طرز فکرمون رو به دیگران
تحمیل کنید شما. تحمیل کنیم بگیم همه هم سلیقه ما باشن. این یک. دو، اینی که من اعتقادم اینه که هیئت باید فراجناحی فکر بکنه. یکی از علتاش اینه که اصلا اگر فراجناحی فکر نکنه نمیتونه حرف بزنه. یعنی بالاخره قرار نظریات ما شنیده بشه، حرفای ما شنیده بشه. یعنی این تیکه دومی که شما فرمودید به ویژگی قبلیتون مرتبطه. یعنی در عین حال که زیر خیمه اصحاب عبدالله در هیئت شما و نسل نوع هیئت‌ها که دربارش صحبت کردیم، افراد با گرایش‌های مختلف و سلایق مختلف سیاسی میتونن بیان و میان و الان همینطور هست، ولی در عین حال هیئت سیاسی است. یعنی میدانند که این هیئتی است که بر فرض نسبت به مواضع اصلی نظام جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی، مثلا سیاست‌هاش در منطقه، نسبت به مسئله وحدت، براءت و امثال اینها مواضع روشنی داره. این مواضع رو در مضمون و محتوا دخالت میدید آقای طاهری؟ یعنی در متن منبرها و سخنرانها و سخنرانیها و متن اشعار و نوحه ها اینا دخالت داره؟ بله. من مثلا برای شما یه مثال بزنم. مثلا به نظر شما این بیتی که من الان عرض میکنم این واقعا سیاسی هست یا نیست؟ کربلا شهری میان رود نیست، کربلا در مرزها محدود نیست. این یک من اعتقادم اینا نوع نگاه من. به نظر یه بیتیه که اگه بخوام نگاه سیاسی بهش بکنیم میتونیم نگاه سیاسی بهش داشته باشیم. حتی شما سیاسی تر از این هم خوندید. بله هرزم میخونیم. عرضم اینه که این یک تلفیقی از هنر، مرثیه و سیاست و نگاه اجتماعی. یعنی اعتقادم اینه نگاه در هیئت به این مقوله ها باید یک نگاه هنرمندانه باشه، یه تفاوتی باید داشته باشه که منظورم این نیست که ما یه جوری حرف بزنیم که آخ این بعدش نیاد این درد، نه اتفاقا اصلا این نیست. ما مواضعمون در قبال مواضع مهم جمهوری اسلامی و نظام و خط قرمزها کاملا روشن، واضحه، اصلا با کسی هم تعارف نداریم. دوستانی هم که ما رو میشناسن میدونن این هست. منتها ما قرار نیست مردمی که میان از خیلی چیزها خدای نکرده با بی‌سلیقگی در گفتمان یه کاری بکنیم که مردم از اون مفهوم قشنگی یا درستی هم که ما داریم زده بشن، خسته بشن. هیئتی علاوه بر این که مواضعش روشنه یه محلی برای آرامش مردم هم هست. یعنی ما تو حرم سیدالشهدا میریم، حرم اهل بیت میریم، یه امامزاده حتی میریم، بعضی موقع برای فرار از اون فشاری که از روحی، روانی، اجتماعی رو ماست ما میریم. هیئت همونجاست. هیئت یه محل آرامشیه. بعضی موقع ها من خودم دارم عرض میکنم، بعضی موقع با بی‌سلیقگی یا شلختگی در کلام یا رکگویی یا صریح‌گویی یا حتی به فکر اشتباه باعث میشم اون آرامشی که مردم تو هیئت میخوان ازشون میگیرم. من منظورم از سیاست زدگی این مقوله است. در واقع در عین حالی که شما تلاش میکنید که به لحاظ در مضمون، این مضمون که میگم مضمون اشعاری است که استفاده میکنید و حتی خطی که منبر و سخنرانیتون داره، این خط رو در واقع حفظ میکنید ولی در واقع دلخوری و لجدراری اصطلاحاً دقیقاً در روش و قبول دارید که خیلی کار سختیه. خیلی سخته. بله. حالا من از اینجا در واقع میخوام وارد این قصه دوم بشم که این یه راهی است که بالاخره از دهه 70 تقریباً مشخصاً بخوام عرض کنم با حاج منصور ارزی، خدا حفظش بکنه ان شاء الله، خدا بهشون سلامتی بده، در مسجد ارگ در واقع آغاز شد و چه بسا بشه گفت این زمینه‌ای بود که بعدها به تولد هیئات رزمندگان اسلام در سراسر کشور در واقع انجامید. در خود تهران ذاکرین و مادحینی که هیئت رزمندگان را اداره می‌کردند به نوعی شاگردان حاج منصور ارزی در واقع به حساب میاد. خب حاج منصور ارزی شخصیت مذهبی و معنوی است در کشور ماست، چند دهه است داره میخونه، از دوره دفاع مقدس، در عین حال بسیار سیاسی. بله. یعنی تقریبا در هیچ انتخاباتی نیست که ایشون موضع نداشته باشه، اعلام نکنه، حتی گاهی لیست انتخاباتی ایشون میده و این یه مدلی از در واقع کنشگریه که خیلی بیرون میزنه از
هیئت. من فعلا فقط دارم توصیف میکنم. بله. این در قضاوتش نیستم. ممکنه این مدل از هیئت داری بعضیا خوششون بیاد، بعضیا بدشون بیاد، یا نسبت بهش انتقاداتی در واقع وجود داشته باشه، ولی در عین حال نشون میده که همونطور که شما گفتید هیئت دیگه فقط محل ذکر مصیبت نیست. بله، به یک نهاد سیاسی و اجتماعی کاملا تبدیل میشه. شما از ارگ الگو گرفتید در هیئتتون؟ چون شما 20 ساله هیئت دارید دست کم دیگه. بله کم. البته ما که نداریم توفیقی واقعا این خدمت و عاشقی رو سید الشهدا عنایت کرده، ما شاکرش هستیم انشاءالله. بالاخره هر کسی در هر کاری که انجام میده اگر به بزرگتر نگاه نکنه و الگو نگیره، خب ما چقدر مگه وقتی میخوام تجربه کنیم؟ بالاخره یه راهی رو بزرگان رفتن و راهی که میبینیم که وقتی نگاه بهش میکنیم میبینیم پر نوره، پر روشنیه واقعا. و این بزرگترها، حالا حاج آقای ارزی، آقای انسانی و اساتید دیگری که به قول معروف نگاه ما به اونها بوده، خیلی راه بر ما روشن کردن و یه جایی خیلی آسون کردن. مثلا این یکی مثل آقای ارزی، آقای انسانی و دوستان دیگه و بزرگان دیگه، نسل جوون امروز بهشون تو همه زمینه‌ها، چه هیئت، چه سیاسی شدن هیئت، چه اجتماعی شدن هیئت، چه تو روزخونی، چه تو سینه زنی، تو همه ابعاد مدیون این بزرگاست. پس من بخوام جمع بندی کنم، شما بحثایی که راجع به نسل جدید هیئت‌ها داشتیم، این نسل جدید هیئت‌های دهه 80 و 90 به بعد رو به نوعی فرزندان اون گونه از هیئت داریم. اصلا ما و یه جورایی ما میراثدار اونها هستیم. بله. در آینده و اونها خط‌شکنی کردن تو خیلی از زمینه‌ها. اگه خط‌شکنی اون روز اونها نبود، ما اگه چیزی امروز به عنوان نوآوری داریم مدیون اون نسله. اگر اونا نبودن ما امروز به این نوآوری ها نمیرسیم، به این ابداع در هیئت نمیرسیدیم. مثال عرض میکنم، مثلا جلسه آقای ارزی سالیان ساله توی بحث مهم اجتماعی، ما تا یادمونه تو مسجد ارگ یه کیسه گردونده میشد جهیزیه. خب شما نگاه کنید، دارید الان شما تو هیئت؟ بله به اسم برکات، خیریه برکات. همه اینها حاصل اون مدله. حالا چه تو همه هیئت‌هایی که انجام میشده، هر جا که بوده انجام میشده، حالا این حاصلش چیه؟ حاصل همون روزه‌های خونگی که تو ممنوعیت روزه عمومی این اتفاق افتاده. اومد روزه‌های خونگی که حالا یا بگیم روزه‌های محلی خونگی، هر چی که اسمش بوده، اونا گره‌گشای کار مردم بوده. اون اومده این میراث رسیده به حیات مثلا دهه 70، اونا یه راهی رو ادامه دادن، حالا رسیده به ما اونا خط شکنی کردن، ما امروز داریم نتیجهشو برداشت می‌کنیم. بعدی های ما هم که میان از دست بزرگانی که بودن تو این عرصه، حتما اونها هم مدیون این نسل هستن. بسیار عالی. خیلی برای بخش ابتدایی گفتگو با استالی به نظرم گفتگوی خوبی بود و نتیجه خوبی داد. در واقع بتونیم تحلیلی بکنیم آنچه که بهش میگیم نسل نو در واقع حیات. اجازه بدید یک بخشی رو ببینیم و باز کردیم. خواهش میکنم. سلامت باشید.